يا رسول الله وقدوتنا لن ندع. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: هر کسی که عیب‌های برادری مسلمانش را پوشاند، خداوند در این دنیا و آخرت عیب‌های او را می‌پوشاند. بله برادر و خواهری عزیزم، اگر از کسی عیب دیدی، اگر قصد خیرخواهی داری، فقط و فقط به خودش بگو تا عیبش را برطرف سازد و هیچگاه عیب برادر و خواهر مسلمان را نزد کسی دیگر آشکار مکن. و اگر عیب او را آشکار کردی، به درستی که در روز قیامت گریبانت را خواهد گرفت. از غیبت کردن و بدگویی دیگران پرهیز کنیم، زیرا که غیبت یکی از گناه‌های کبیره به حساب می رود. خداوند از این گناه ما را نگهدار. لن ندع الغرب يدنسنا، لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله.